لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. السلام علیکم تماشابینان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستید. خوبی شما آرزوی همیشگی من است. ولاگ امروزمون از رکلام کمپانی فیبرلیک سر میکنیم. تماشابینان عزیز، چقدر که شما میدونید حاضر در کمپانی فیبرلیک زنها، مادرها، خواهران، زنهای خونه‌نشین مثلا شما کارم کنید با بگیم در پلنی تیلی در فیبرلیک هم کار کنید به حد نقض میشه، اویلیک میگیرین ایجرم میچخه که میدونی حاضر زنهای ما به حد فعالانه کار کردستین، به همه چی شدستین و ارزوهاشون رسیدستین، فقط حرکت میکنه ارزوی دل عملی میگردونه. تمام برای هوای اگر که شما خواهین در کمپانی فیبرلیک کار کردن به همین رقمای روی اکران بده زنگ زنه. این خواهرک به شما طرزی کار کردن رو خوشرو کردن می آموزاند، راهی کار کردن چه خلاص آسانک ساده کردن میفهمونه. فقط از شما یک زنگ تلفنی یا که زنگ میزنین یا SMS مینویسین، حتما با SMS شما جواب میگردونه، شما را کار خوشرو کردن میفهمونه، محقولتون شبه همکاری میکنین، یک جای کار میکنین. بسیار کماندشون کمانده خوب است، نقص وای میکنه، یاردم میکنه تون چقدر که تستر شما با خلوی بلند رسید. مرحمت همین نمره ده زنگ زنین، کار سر کنین، دخترو نشینین، عقیف نمونین. دوستان عزیز، این کار تنها برای مادر و اپا خواهر و تا زنها زنگ زنین، رقمای بالای اکران بده ده حتما زنگ زنین، کار به شما بفهمونه، کار بسم الله گفته سر کنید، انشالله که به قلای بلند میرسین. حاضر باشه عکسیای کلون رفته. دوستان عزیز، کسانی که میخواهند که بار زکاس کنند چیزی که معقولایشون محصولات همین فیبرلیک، مرحمت به همین رقمای روی اکران بده زنگ زنین، زکاس کنین. با تمام همین شهرها دستافکا دوران، دستافکاتون روی میکنن، زکاستون قبول میکنین. تماشابینان عزیز، من همون چیزای فیبرلیک استفاده میبرم، ماده به حد معقوله، چیزای شماش بگیم کачествошون هم نغزه، رزولتات خوب دارن. مثلا استرس واش همش خوبه، پاراشوکش بدن دیک سفید کنار، همه چیزش ده پاراشوک، همه چیزش خوبه. کاسمتیکوش هم باشه، ما توش گرفتگیم کریموش، بسیار چیزاش ای کاسمتیکو را استفاده بردگیم بگیم بسیار انده، نمیدونی کدامش رو برکنی، رزولتات های نقض زدگیم. شما را مرحمت بگیریم و استفاده برین توصیه میتیم تونه شایمون نمیشه. Салом подписчиков, здесь спона тайор кадистим, да спона пинчи кадистама. Немаешь тайор кадинчеда. Алака не кашапахтан. Ничего не нахрена. بلینچی کارم تموم کردیم. دوستان عزیز، همین اخیران شایز میپزه میگیریم، نصیب انشالله میبریم برای دسترخانه، سپونمونه سر میکنیم. کسانی سپونه کردیسه با ویارم اشتیوی تا اون و ما هم اشتیوی تا اون. اینجا داینه کارتوشکا بیرون کردیم، قشا گرفتیم داری دستان شده دستم سو. اینجا دا چی گریبی قطی گوشت خوراک ما تیار شد. تماشابینان عزیز، انا میخیل کارتوشکا را من بیرون کردم، بعدا در درونی همه گوشتی بیرون کردگی مونده که گرمک نیست. بیروز باشد مهمانه نیگو داریم، مهمان باید بیار خونه ما، هم پادپیسچیک هم بگیم ویورم کانال دارن. یکون بار ما ویور دیگه نبودم در تلفن گپ میزدیم، اگه ای پیش نمیروز خداوند راضی بوده نصیب کرده باشه ای پیش هم دیگرم میبینیم. روزی ویور در هن انشالله که میرسن قریب. خوراک ما تیار کردم، موندم در سرخانه اساس کردم، مهمان انتظاره. نم خیلی یک در سرخانه خاکستران اساس کردم. دوستان عزیز، اما چیزای مغازینی بگیم یگان چیز ما نپختم، بگیم مثلا پیچینی، یگان چیز شیرینی، چیزای مغازینی همشون. در جا باشه تماشابینان عزیز، آش توپای سر و سیما تیار کردیم، توپا کشک بگیم. اینجا باشه تماشابینان عزیز، یک روزی به خدنای ما، یک روزی ادیخه برآمده من خیلی خطی شوهرم دخترم وای کردیم، چه خونه توجیه خمون رفتیم، کسی چیزی دلش خواسته خواست کرد، بگیم کامپوتی و زردالو بگیرفتیم، بعدن خوب توپ اوش هم خیلی چیزا خواست کردیم. ابیده بود، شکممون از سیر کرده، بعدن خونه آمدیم. سلام تماشابینان عزیز، امروز با شما تیار میکنیم گوشت بیریان، کتی کارتوشکا، باقلاجان، بعد شلغم.
دوستان عزیز خوراک ما تیار شد. نمخیل آماده. کارتوشکا بیرون، باقلاجان بیرون، گوشت بیرون، بعدن شلغم بیرون کردیم همش. подписчикой на огороде моро бинед 11 этажда мо огород кардем. ҷа гашнич, райҳон, укроп коридагем. ҷа лаблабуни сирхай баргӯшт барои салат вай ба маззаи чиха ман салатода истифода мебарам. баъдан ай пиёзаро ман аллакай чанд бор чинда дар хӯрокҳо мемонам. пишакчаки мо ина пишакчаи хушрӯчаи мо ина берун мо. ҳаво чанд рӯз шид, ҳавои хунукай 2 рӯз шидак. بارندگی، هوای ابرناک. نمی‌دونم باران سر کردیسته. خیر تماشاچیان عزیز، ولاگ امروز را در اینجا به خیر میرسانیم. از همگیتون می‌نوارم برای دستگیری ها، برای سخن‌های خوب. کسانی که подписаться کردید نیستن подписаться کنین، لایک و کامنتر فراموش نکنین. فکراتتون رو در تای کامنتر نویسین. چی خطاگی هسته همش نویسین. ان شاءالله خطاگی اصلاح میشود. ویدیو را поделиться کنید تا که دیگران ویدیو را تماشا کنند. خیر در پناه خدا باشین مردم خوب مسلمانی روی دنیا.